خب دوستان خوش آمدید به ویژه برنامه انتخاباتی 2024. اینجا ما تحلیل انتخاباتی داریم با آقای علیرضا سرفرازی گرامی، تحلیلگر حرفه‌ای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همطور انتخابات‌های حالا سنا و مجلس حالا کنگره. و الان آمدیم که در اولین قسمت تأثیر نظرسنجی های هفته گذشته خصوصا در بازه 20 تا 30 سپتامبر رو بر کاندیداها ببینیم و همینطور اینکه حالا مناظره معاونت ریاست جمهوری آقای ونس و والز هم چه تأثیری بر انتخابات آمریکا خواهد داشت و چقدر از مردم علاقه به تماشا کردن مناظره بین معاونین رو دارند، چون مناظره بین ریاست جمهوری هم یه عده از افراد حاضر به دیدنش نیستن و حالا مناظره معاونین بسیار تعداد کمتری هم آن را می‌بینند و باید دید که تأثیر آن بر روی کاندیداها چقدر هستش. بفرمایید. سلام، وقت دوستان بخیر. خیلی خوشحالم در خدمتتون هستیم. در شرایطی هستیم که عملاً یک ماه بیشتر تا پایان انتخابات آمریکا باقی نمونده. رأی‌گیری پیش آغاز شده. رجیستریشن برای انتخابات و رأی دادن در یک سری از ایالت‌ها به زودی تموم میشه و انتخابات در واقع در جریانه. آخرین مناظره انتخاباتی آمریکا ظاهراً اگر اتفاقی نیفته برگزار شده و نه دو رقیب هستی و نه معاونانشون رو دیگه در مناظره نخواهیم دید اگر اتفاق خاصی نیفته. با توجه به اینکه گرد و خاک مناظره معاونان کاندیداهای انتخابات آمریکا در حال فرو نشستن هست و از جهت دیگه منطقه خاورمیانه هم در سایه تنش‌های پیاپی و تهدید جنگ فراگیر قرار داره، همه چیز به هم در واقع آمیخته و روزهای داغی رو در سیاست ایران، سیاست آمریکا و سیاست بین‌المللی ما سپری می‌کنیم. سال 2024 سال انتخابات، کشورهای متعددی انتخابات بزرگ رو تجربه کردن و در ماه نوامبر ایالات متحده یکی از آخرین انتخابات سال 2024 میلادی در جهان رو برگزار خواهد. مناظره معاونان همونطور که فرمودید یکی از شاید بی اهمیت ترین رویدادهای انتخاباتی همیشه بوده. تأثیر جدی رو هیچ وقت از خودش به جا نگذاشته و در این حال تأثیر جزئی یا خزنده‌ای که بر سرنوشت انتخابات داشته در قالب مفاهیم و شرایط خاصی مثل اطمینان بخشی به مخاطب که نشون بده که هم کاندیداها یک چهره‌های قابل قبولی رو برای معاونت انتخاب کردن، هم اینکه ترکیب بین کاندیدا و معاونش یک ترکیب قابل اعتمادی هست و هم اینکه به موضوعاتی که فرصت نشده در مناظره دو رقیب بهش پرداخته بشه وقتی معاونان بپردازن، شاید برای مخاطبی که دنبال شنیدن نکاتی در مورد موضوعات خاص هست جالب باشه. انتخابات 2024 یه شباهتی داره با انتخابات 2016 که بسیار مهمه. ترامپ در برابر یک زن مثل 2016 قرار گرفت و یک واقعیتی که باید در نظر داشت اینه که همچنان همونطور که در سال 2016 هم مطرح بود، برای بخشی از آمریکا سپردن ریاست جمهوری به یک زن چیزی نیستش که به سادگی قابل هضم باشه و
انتخاب یک معاون قابل قبول، منسجم و محکم در کنار یک زن به مخاطب اطمینان میده. تیم والز فرماندار ایالت مینسوتا قراره که این نقش رو ایفا بکنه. به نظر میرسه که تیم والز جدای از پرفورمنسش در مناظره این حس اطمینان بخشی رو تونسته به بخشی از آمریکا بده. نظرسنجی‌های بعد از مناظره با توجه به عملکرد نسبتاً قابل قبول جی.دی. ونس در اجرا و در فرم و نه محتوا و علیرغم اون عملکرد قابل قبول نشون داد که مقبولیت، فیوریبیلیتی و قابل قبول بودن وجهه والز بالا بود. بعد از مناظره هم بالا رفت. جی.دی. ونس اون منفور بودنش رو تا حد زیادی کاهش داد، یک رفتار منسجم و مرتبی رو از خودش نشون داد، ولی خب همچنان در نظرسنجی ها نامقبول ترین چهره در بین کاندیداها و معاونین، یعنی این 4 نفر نامقبول ترین چهره جی.دی. ونسه که با توجه به اظهارات قبلیش، رفتار نامناسبش حتی بعد از دوره کاندیداتوری و نچسب بودنش، اگه بخوایم خیلی ساده بگیم در گفتگوهای مردمی، اون یخش نگرفت و این نتونست جذب کنه. ولی مناظره رفتارش رفتار نسبتاً قابل قبولی بود. تیم والز از اون طرف مقداری از هم پاشیده، سراسیمه و هول بود و در انتهای مناظره خودش رو جمع و جور کرد، خوب و محکم تموم کرد و بخشی از اون کاسته ها رو جبران کرد. نظرسنجی ها تا اینجای کار داره نشون میده که توی 10 روز اخیر ما یک تغییر کوچیکی به نفع ترامپ در ایالت‌های جنوبی رو میبینیم و از اون طرف منسجم‌تر شدن پایگاه حمایتی خانم هریس. اگر که وضعیتی که در شرایط فعلی در ایالت‌های جنوبی حاکم هست ادامه پیدا بکنه، بعیده که خانم هریس بتونه در ایالت آریزونا موفق بشه و همه توانش رو باید بگذاره برای کارولینای شمالی. و با توجه به تأثیر و تأثیر ایالت کارولینای شمالی بر جورجیا، اگر که ما نظرسنجی با توجه به اینکه خب نظرسنجی‌های انجام شده در کارولینای شمالی همچنان موقعیت ترامپ رو خوب نشون میده، ولی فضای کار خانم هریس فضای خوبیه و به نظر میرسه که اگر که کارولینای شمالی رو ببره وقت یا اینکه ما در واقع نظرسنجی‌هایی ببینیم که مستحکم نشون بده موقعیت خانم هریس رو در کارولینای شمالی، اون وقت میشه تصور کرد یه فضای کاری هم وجود داره برای پیروزی در جورجیا، هرچند که بسیار مشکل. و این یک چیزیست که در ایالت‌های جنوبی دیده میشه. در این شرایط و با توجه به موقعیتی که در این ایالت‌های جنوبی وجود داره، ما طبیعتاً یک موجی از رقابت‌های انتخاباتی گسترده، هزینه‌های تبلیغاتی گسترده در همه ایالت‌ها، ولی به ویژه باید گفتش که پنسیلوانیا، کارولینای شمالی و بعد از اون جورجیا و بعد از اون نوادا و بعد از اون آریزونا رو خواهیم. این شرایطی است که فعلا حاکمه برای انتخاب. در خدمت. و اینکه یک مسئله این چند روز شده، یکی همین حمله‌ای که ایران به اسرائیل انجام داد که خانم کامالا هریس این به اصطلاح حرفی که زده به اصطلاح عامیانه بسیار سوژه شده که گفته don't، یعنی نیومده که اصطلاح مذاکره کنه با ایران یا بخواد
مثلا تهدیدی کنه که بگه شما نباید مثلا شلیک کنید و اینها، و این یه جور نشان دهنده یه جور ضعفش بود که حالا آقای جیدی ونس هم یک کاری که منظر من به نفع پیروزیش بود این که کلا والز رو یک پاپت هریس میدید و میگفت الان یه جور انگار میگفت آقای والز، یعنی محتوای حرفش میگفت آقای والز شما هیچ کاره هستی در سیستم، الان خانم هریس حاکم هستش. و دیدین که همه حرفشو میگفت در این 3 سال نیم که خانم هریس بود، در این 3 سال نیم که خانم هریس بود، و همه تیکاشو به کاملا هریس مینداخته آقای تیم والزی که در کاخ سفید الان نقشی نداره. و نکته بعدی هم این که این اتفاقات کارولینای حالا شمالی و جورجیایی که و همینطور تنسی که چند روز اخیر پیش اومده، حالا این طوفان هایی که شده و این بودجه‌ای که میگه و اینکه این اخباری که به نشان میده که مثلا میگه که بودجه برای کمک به اینها اونقدر زیاد نیست که بخوان به خانواده هایی که جانشون رو از دست دادن یا مالشون رو از دست دادن کمک کنن، شاید یه خورده رأی ها رو باز به ترامپ برگردونه، چون در وقایع طبیعی نتونستن خوب پوشش بدن اون خسارت هایی که مردم وارد شدن. بله، توی این دوره‌ای که ما الان هستیم تاثیر 2 تا موضوع رو شما فرمودید دیگه. یکی این که توی مناظره که ایشون گفتش که خانم هریس در این 3 سال، خانم هریس در این 3 سال، این مسئله دیگه جا افتاده. یعنی این چیزی نیستش که کمپین ترامپ از دیروز شروع کرده باشه که بگه که همه اتفاقایی که توی این 3 سال افتاده مقصرش کاملا هریس، دیگه اشاره‌ای به بایدن نمی‌کنه، میگن هریس بوده. نظرسنجی نشون داده که بخش مهمی از جامعه آمریکا تفاوت قائله بین هریس و بایدن و این درک رسیده که معاون رئیس جمهور تأثیری در تصمیمات دولت نداره. در مورد بحث بحران خاورمیانه هم با توجه به اینکه اصولاً رویکرد آمریکایی نسبت به این قضیه در ایالت‌های مختلف و متفاوت، ولی باز هم با توجه به فعالیت‌هایی که توی این 1 ماه انجام شد توسط کمپین هریس، یک فاصله افتاده بین هریس و بایدن. تأثیر این رویدادها روی انتخابات تأثیر بسیار محدودیه. بحث بلایای طبیعی و این طوفان وحشتناکی که توی فلوریدا و بعدم جورجیا و ایالت‌های شمالی فلوریدا اتفاق افتاد، تأثیرش روی انتخابات 2 تا نکته داره. یکی این که فرماندار ایالت کارولینای شمالی فرماندار دموکرات است و برخورد ترامپ با این قضیه برخورد مناسبی نبود. اون متهم کرد که بایدن رسیدگی نمی‌کنه. خب بایدن کنار فرماندار کارولینای شمالی حاضر شد، به منطقه سر زد و در جورجیا هم که فرماندارش خب دموکراته و دموکرات نیست، جمهوری خواه و سعی میکنه فاصله بگیره از بایدن بود، آقای کمپ تایید کرد که آقای بایدن پیگیری کرده، با من تماس گرفته و در حال رسیدگی به وضعیت است. مسئله‌ای که وجود داره معضل دیرینه کمپین ترامپ که کمپین ترامپ سعی میکنه خودش رو مستقل کنه از خود ترامپ، فعالیتاشو ادامه بده، فشار و تأثیر مخرب حرفهای ترامپ رو مهار بکنه روی کف زمین و دیگه از یه مرحله به بعد نمیشه کاری کرد و این اتفاقا خودشو توی جایی که نباید این حرفا و سخنان مخرب ترامپ تاثیر منفیشون نشون داد، در مناظره معاونان نشون داد. موقعی که ونس داشت مناظره میکرد ترامپ به شبکه اجتماعی خودش فعال بود و بدترین ضربه رو به ونس زد و گفتش که اگر که روزگاری کنگره تصمیم به سخت جنین بگیره من به تو نخواهم کرد. این دقیقاً خلاف حرف جیدی ونس بود که قبلا زده و این انعکاس خیلی گسترده‌ای داشت و مشخص بود که حتی این رو نیکی هیلی هم روز بعد از مناظره گفت
که ترامپ به شدت حسادت میکنه به عملکرد ونس در مناظره و بعیده که خوشش بیاد از اینکه یه نفر از او مقبول‌تر خودش رو نشون بده. توی این بحرانایی که شما فرمودید هم دقیقاً هم، یعنی کاندیدای حزب جمهوری‌خواه که دونالد ترامپ هست میاد و بدترین تأثیر رو با ادبیاتش، با حرفاش میگذاره و باعث زده شدن مستقلین میشه. یه بخش کوچیک از جمهوری خواهان که هنوز مرددن رو هم زده میکنه. هنر جمهوری خواهان چه در سال 2016 چه 2020 و چه امسال این هستش که محدود بکنن تأثیر مخرب این حرفا رو. از اون طرف دموکرات ها به واسطه ضعف همیشگی کمپینشون، به واسطه غرور بیجاشون، به واسطه این تصور که چون ما حق با ماست، همه میفهمن حق با ماست و خیلی هم حق با ماست، همه جا حق با ماست و چون چند تا کار مثبت کردیم 6 ماه قبل، 3 سال قبل 4 تا کار مثبت کردیم، 4 تا خدمات انجام دادیم، در حالی که خب کارنامه بایدن خیلی فراتر از این حرف هست. یکی از بهترین کارنامه اقتصادی رؤسای جمهور آمریکا در دهه‌های اخیر بوده. یعنی این دلیل نمیشه که همه ابعاد عملکردش خوب باشه. مهمتر از اون دلیل نمیشه که همه بیان همه چی رو بدونن و همه بیان به سمت این حزب و هر کسی هم هر چیزی بگه اشتباه میکنه چون ما درست میگیم. و همین بحرانایی که تأثیرش اندکه با 4 تا رفتار مغرورانه، 4 تا عبارت کلی و بدون توجه تأثیر معکوس خواهد گذاشت. فاصله 2 تا رقیب در ایالتی مثل کارولینای شمالی که به نظر میرسه ایالت بسیار حساس انتخابات آمریکا خواهد بود، به حدی اندکه که هر اشتباهی از این به بعد دیگه میتونه همه چیز رو از هم بپاشه. و شما این رو در رفتار 2 تا کمپین هم میبینید. این یه مسئله‌ایه که دیگه از اینجا به بعد دست مدیران کمپین هاست که تا چه حدی بتونن این 2 رویه‌ای که عرض کردم رو مهار کنن. تخریب، ویرانگری، افسارگسیختگی و از همپاشیدگی ترامپ رو کمپینش باید مهار بکنه. غرور، بیحالی، سستی، از خود متشکری دموکرات ها رو هم باید کمپینش مهار. این چیزیه که میشه گفت. در خدمت. بله، حالا به طور کلی این اتفاقی که در چند روز اخیر افتاده، حالا خصوصا این قضیه طوفان هایی که در کارولینای شمالی و جورجیا اومده، من میگم یک برگه برنده کوچکی به ترامپ خواهد داد و بعد ببینیم آیا ترامپ میتواند این برگه برنده رو حفظ کند یا نمیتواند آن رو حفظ کند. نه تموم شد. تاثیر اون حرفایی که در مورد عرضم به حضور شما که جورجیا زد و اون اتهامی که زد که ترامپ تماس نگرفته، بایدن تماس نگرفته با فرماندار، که دروغ گفت و بعدش فرماندار جورجیا اومد گفت نه، همونجا دوباره ریخت دیگه. و اول اتفاقی که تو این قالب باید فضای تاثیرگذاری نداره. یعنی ما به یه مرحله رسیدیم، خب ما به یه مرحله رسیدیم که الان دیگه کسایی که تا الان تصمیمشون رو گرفتن، بخش بسیار عظیمی غیر قابل مقایسه است با گذشته. خب از الان به بعد 2 تا کمپین یک کار فقط باید بود. یعنی این چیزیست که هم یعنی ما اگر که مدیرای کمپین برجسته آمریکایی رو بخوایم بگیم، اون چیزی که الان باقی مونده
یافتن کسانی هستش که توی نظرسنجی ها هم دیده نمیشن. ما توی نظرسنجی ها کمتر مؤسسه‌ای پیدا میشه که فراتر از 2 تا گروه بره، registered voters و likely voters. خب بله. باید از اینها فراتر کسانی که اصلا نه registeredن، وقتی کسی likely voters یعنی already registered voters. خب شما باید فراتر از اون برید و فراتر از اون رفتن یعنی پیدا کردن کسانی که 2 دوره است رأی ندادن، 3 دوره است رأی ندادن، کسایی که شاید آخرین باری که رأی دادن مثلا 2016، کسایی که بخوایم خیلی راحت بگیم اهل سیاست نیستن. اصلا اهل سیاست نبودن که اصلا آمریکایی اهل سیاست نیست، ولی اصلا به این چیزا فکر نکن. مگه پیدا میشه؟ بسیار پیدا میشه. بله، 1/3 جمعیت اگه بخواید بر اساس برآورد سال 2020 بگیم 1/3 کسانی که قابلیت رأی داشتن دادن رأی ندادن. پس 1/3 عملاً 1/3 افرادی هستن که نه لایکلی ووترز نه رجیسترد ووترز و عملاً آدمایی که اصلا رأی دادن مثلا اهمیت نداره براشون. یا در واقع یه نکته دیگه هم که وجود داره چیه؟ اینه که ترکیب جمعیتی رای دهنده بالقوه چقدر تغییر کرده تو آمریکا؟ شما اینو میدونین؟ بخش مهمی از رای دهندگان آمریکایی مسن هست. بله. همیشه با درگذشت یک طیفی و جوانتر شدن یک طیف دیگه رای دهنده جایگزین میشه. دقیقاً. مهاجرینی که ملیت آمریکایی دریافت میکنن و میان رای دهنده میشن به جمعیت آمریکا اضافه میشه. رشد جمعیت آمریکا روی دوش لاتین تبار هاست. بله. لاتین تبارها هم به صورت قابل ملاحظه‌ای متمایل به جمهوری خواهان هستند. به چه دلیلی؟ به دلایل متعدد. یکی از مهمترین دلایلش کار 10 دهه‌ای حزب جمهوری خواه و موفقیت در فاصله انداختن بین ترامپ و لاتین ها. یک نمایی، یک تصویری از دونالد ترامپ رو بدون خود ترامپ نشون دادن در 5 سال اخیر، در 7 سال اخیر. خصوصا مارکو روبیو و کوبایی که هستن. نه اتفاقا نه اونقدر. برای یه گروهی توی فلوریدا شاید باشه، اتفاقا نه. برای اینکه چرا؟ برای اینکه بخش مهمی از لاتین تبارهای آمریکایی مکزیکی هن. بله مکزیکی. اول من در فلوریدا رو مثلا میگم، بیشتر کوبایی هم که 2,600,000 نفر. نه فلوریدا انقدر مهم، شاید باورش مشکل باشه، ولی فلوریدا انقدر مهم نیست لاتین تبارش به اندازه‌ای که توی ایالت‌های شمالی مهمه. آره فلوریدا قبلا مهم بود، مثلا تا 2016 که اصلا یه سوینگ استیت نه لاتین تباراشون اونقدر مهم نیستن. برای اینکه وقتی میشه لاتین تبار دیگه، خب دیگه وقتی نفس قضیه اونه دیگه، خب همینه دیگه. خب مثل اینکه شما بگید که فارس زبان‌ها و ترک زبان‌های ایران. بله. خب همینه دیگه. شما مثلا خب بگن ترک زبان‌های آذربایجان خیلی مهمه، خب معلومه مهمه. ولی وقتی ما در مورد لاتین تبارهای پنسیلوانیا صحبت کنیم، لاتین تبارهای مینسوتا صحبت کنیم، قضیه فرق میکنه. دقیقاً. مثلا تو تبع فلوریدا خیلی مثلا دومینیکنی و خب کوبایی هستن دیگه اکثرا، و خب مثلا مکزیکی‌ها در اقلیتن و خب برای همین در ایالت شمالی بیشتر مکزیکیان. فلوریدا فرق داره. بحث فلوریدا با توجه به بحث‌های فلوریدا یک کشوره برای خودش، اصلا یه بحث دیگه. ولی لاتین تبارهای جایی که 10 دهه پیش کسی فکرشو نمی‌کرد الان اهمیت بیشتری داره. نظرسنجی جدیدم نشون میده که در واقع برآوردهای نظرسنجی که نمیشه، برآوردهای جدید هم نشون میده که حزب جمهوری خواه برای اولین بار در قالب کلی رویکرد سیاسی آمریکایی ها فراتر رفته از حزب دموکرات و پارتی افیلیشن در حال تغییره در آمریکا و به سمت جمهوری خواه متمایل.
با توجه به اون چیزی که من درس کردم که هدف باید جذب پایه رأی ندهندگان باشه در این 1 ماه و با توجه به این مسئله پارتی افیلیشن در بین کسانی که پیشاپیش تمایل سیاسیشون مشخصه که حالا میبینیم پارتی افیلیشن هم تغییر کرده، فضای کاری 2-3 هفته هم بیشتر نمونده، برای اینکه یه سری از ایالت‌ها به اصطلاح سیم دی رجیستریشن ندارن. خب یعنی شما کسی که بخواد رای بده باید پیشاپیش ثبت نام کرده باشه در خیلی از ایالت‌ها، نه در همه ایالت. یه سری از ایالت‌ها مثلا که سیم دی رجیستریشن دارن. متوجهین؟ بله. بنابراین 2 هفته بیشتر نمونده عملا. 2 هفته 3 هفته بیشتر نمونده. سورپرایز اکتبر هم برای زمانی بود که اون سورپرایز اکتبر قرار باشه اولا که یه افسانه است، ثانیاً این که اتفاقی باشه که تکان دهنده باشه و عدم تعلق فکری 2 قطبی سیاسی هم وجود نداشته باشه که این دیگه تا سال 2008 دوامش بیشتر نبود. بعد از 2008 دیگه تموم شد. 2016 سورپرایز اکتبر 2016 بود که نه 2008 تموم شد. یعنی وقتی شما اون حالت 2 قطبی سیاسی پیدا میشه، خب بله دیگه شما اون وقت بعد اتفاقی فراتر از اعتراف ترامپ به متجاوز جنسی بودن باشه تا بخواد همه چی رو عوض کنه. متوجهین؟ بعد شما میگی که خب نتیجه انتخابات این شد که با 20,000 نفر عوض شد، به خاطر 20,000 نفر طرف باخت. پس معلومه که این فلان اتفاق خیلی مؤثر بود، پس این 3 هفته و 4 هفته رو جدی بگیریم. ولی کسی نمیاد بگه که اگر که بحث اینه پس ما داریم کلن اشتباه عمل میکنیم. این حرف من نیست، حرف بزرگتر از ما، حرف مدیرای با سابقه کمپین انتخاباتی آمریکاست که هر دفعه‌ای که این اتفاق یعنی انتخابات قرار اتفاق بیفته 3 سال همه میان حرفای کلی، عبارتای کلی، موضوعات بی ربط و مطرح میکنن. 6 ماه مونده به انتخاب همه میان میگن ای وای این جامعه دیگه پولارایزده، همه چی قطبیه و اختلاف هم اختلاف 20,000 نفر خواهد بود. یه ماه هم میان همینو تکرار میکنن. متوجه این؟ بله. یعنی هر دفعه که شما بهشون بگیم میگن بله دیگه قطبیه، 2 قطبیه، 2 قطبیه، 2 قطبیه. هیچ نمیگه که شما 3 سال قبلش کجا بودی. حافظه کوتاه مدت مردم هم هست که نمیخواد روش هزینه کرد. یه کاری یه سری چیزا رو مردم یادشون دیگه نمیره. یعنی شما الان آقای بایدن کارنامه اقتصادیش بی‌نظیره، ولی آقای بایدن تازه دیشب نطق عالیش در مورد کارولینای شمالی که اتفاقا حالا برای شما هم جالب باشه خیلی مورد استقبال مردم قرار گرفت در مورد بحران بعد از این طوفان که I see you, I hear you. این I see you, I hear you رو اول کی گفت؟ شما یادتونه؟ 1-2 ماه پیش کی گفت؟ اولین بار که اشتباه راندی سانتیس گفت. نه I see you, I hear you. خطاب به کی گفت؟ 2 ماه پیش یه نفر خطاب به یه گروهی تو آمریکا گفت. خانم هریس خطاب به مسلمانان آمریکا گفت. در مورد اعتراضات بله در 2 ماه پیش البته میشه گفت که 4 ماه پیش بود، در ماه آپریل. نه همون بعد اینکه کاندیدا شد. بعد اینکه کاندیدا شد متوجه شدم. بله. در همون سخنرانیش در آخرین شب DNC. آره اگه اشتباه نکنم بعد از تقریبا مطمئنم دیگه بعد از کاندیداتش اینقدر نظم خوشحال شدن جذاب اصلا همه مونده بودن که عجب اینا که تا دیروز متنفر بودن از بایدن چقدر از هریس خوششون اومد. خب بی انصافا وقتی شما یک حرکت درست انجام میدید خب معلومه خوششون میاد. شما تازه دیشب میگی I see you, I hear you. وقتی که 3 ساله که طرف داره تخم مرغ هر روز 10 سنت گرونتر میخره، شما که داری یک اقتصاد قوی رو داری درست میکنی، حالا تورم رو هم داری پله پله مهار میکنی، شما وقتی نمیای بگی I see you, I hear you
چه فایده ای برای طرف؟ وقتی شما 3 سال بهترین کارم کرده باشی، وقتی بهت بگن که شما در تعامل در مورد این قضیه چیکار کردیم، بیای بگی که حالا یه جامعه دو قطبیه دیگه، کاری از دست ما ساخته نیست، بعد میشینیم میگه ما با اختلاف 10,000 تا رای باختیم به خاطر فلان سورپرایز. این درست نیست و حرف من نیست، حرف مدیرم جیمز کاربیل همینو میگه، دیوید اکسلراد همینو میگه. شما اگه مدیر کمپین خیلی خوبی که دیگه خب طبیعتا الان قطعا التماسش هم بکنن با رفتار که ترامپ کرد دیگه سمتش نمیره، بیل استپیان هم همینو میگه، این که شما این تو این مدت زمانی هم هیچ کس و نتیجه شما میدونید چیه؟ بدترین تاثیر شما میدونید کجاست؟ روی نحوه اداره آمریکاست. برای اینکه بخش مهمی از اداره آمریکا، هر کشوری تعامل در مورد اتفاقایی که داره میفته، متوجهین؟ بله. و وقتی شما بهترین خدمات هم داره ارائه میدی ولی در مورد اینکه نحوهی که این اتفاق کار پیش میره با مردم تعامل نمی‌کنی، نه تاثیر روحی و فکری درست حسابی روی مردم میذاره و نه همکاری اونها رو برای بهتر کردن وضعیتی که خوبه باید بهترم بشه. مردم باید به عنوان بخشی از جامعه، بخش مهم جامعه، اصل جامعه باید همراهی بکنن که خب همراهی نمی‌کنن برای اینکه نمیدونن چی داره میگذره وقتی تعامل نمیشه. وزیر حمل و نقل دولت بایدن با 40 سال سن، هرچند که خب نمیشه تصور کرد و توقع داشت که بقیه به خوبی او باشن، پیت بوتیجج از همشون بهتر عمل کرد در تعامل، در گفتگو. هر 2 هفته یه بار فاکس نیوز رفته، دوستش دارن مجریای افراطی فاکس نیوز پیت بوتیجج رو دوست دارن برای اینکه وقت گذاشته و ما توی مرحله هستیم که رسیدیم به این 1 ماهه و آمریکا هم داره هزینه همین 2 تا روندی که عرض کردم رو میده، ویرانگری ترامپ، غرور و رخوت دموکرات‌ها و همین تسلیم در برابر این شرایطی که اسمشو میذارن دو قطبی. حالا متاسفانه یک چیزی که هست این که من بعضا من دموکرات‌ها دیگه از لیبرالیسمی که باید باشه فاصله گرفتن، دیگه از رو ایده دولت و رفاه فقط روزولت فاصله گرفتن و اصلا وارد اصلا این چیز ووکیسم شدن و اصلا هم تو چیز مثلا آموزش های مثلا به کودکانشون هم مثلا در آموزش مثلا پابلیک اسکولاشون مثلا هست و خب خیلی چیزهای مثلا یعنی اون ایدئولوژی ووکیسمی که اومدن و اووردن و مثلا با آدم‌های مثلا با پایه آدم‌های مثل کرونال وست و این آدمایی که اصلا در اول نژاد و اومدن مطرح کردن بعدش به جنسیت و چیزهای مختلف رسیدن، اومدن خراب کردن این حزبو. این حزب از بر پایه اقتصاد کینزی بود و پایه لیبرالیسم اجتماعی بود و در دولت و رفاه باشم لیبرال دموکرات که دیگه ازم آخرین رئیس جمهوری که شاید مثلا اون تفکر رو وک رو نداشته باشه همین آقای میشه گفت حالا کارتر بود توی دموکرات‌ها، چون کلینتون دیگه اولین نفری بود که توش ایدئولوژی وک کم کم داشت گسترش. تعریفتون از ووکیزم چیه؟ تعریف من از ووکیزم انسان‌هایی هستن که فکر میکنن شرایط نژادی، جنسیتی و گرایشات جنسیشون باعث میشه که یه عده از اونها بالاتر باشن به طور خود به خود. مثلا یک مرد سفید پوست از یک زن سیاه پوست اون پریویلیج رو داره، اون برتری رو داره. خب اشتباه این تعبیر که اون چیزی که ووکیزمی که مورد انتقاد منتقدان به اصطلاح رفتار طیف‌های لیبرال آمریکایی است، یعنی اونهایی که منتقد رفتار لیبرال‌های آمریکایی هستن و این اصطلاح ووکیزم رو درست کردن، برای انتقاد از اون رفتار باید برگردیم به اتفاقا نه خب دقیقا اینطور نیست دیگه.
یه مسئله که وجود داره اینه که بحران زیاده روی و افراط در ایجاد عدالت اجتماعی یه بحثه، زیاده روی در حرف زدن در مورد اون و تعامل اون یه بحث. متوجه شما؟ کاملا متوجه. شما سیاست‌های عدالت نژادی برقرار، از یه طرف دیگه شما همه موضوعات رو در قالب اون میخواید تعبیر بکنید. از یه طرف دیگه شما هیچ حرفی جز این بلد نیستی بزنید. این 3 تا موضوعه. متوجه این؟ بله. یعنی شما کسی هستش که خب عدالت نژادی واقعا یه موضوع مهمی تو آمریکا همیشه با توجه به آسیب‌ها و مشکلات اقلیت‌های نژادی و زنان در آمریکا واقعا احتیاج بود که یک روندی ایجاد بشه. این روند چندین دهه به صورت مبارزات مدنی، چه زنان چه سیاهان، خب حرفا و موضوعاتی بود که باید جبران میشه. از سال 2000 عرضم به حضور شما که 10 به بعد این مسئله وارد یه حیطه دیگه شد. چرا؟ برای اینکه با انتخاب اوباما 2 تا اتفاق افتاد. با انتخاب اوباما هم طیف‌های مختلف فعالین اجتماعی به یک اعتماد به نفس بالا رسیدن و هم این 2 قطبی که عرض کردم از سال 2008 شروع شد. بله. این 2 قطبی چیکار میکنه؟ یه فضای محافظه‌کار ایجاد میکنه، یه فضای لیبرال ایجاد. وقتی شما تو فضای محافظه‌کار و تو فضای لیبرال سیاستمدار ایالتی، فعال سیاسی در اون ایالتی توی محافظه‌کارا داری و توی لیبرالا داری، طرف یه فضای امنی داره که هر کاری دلش میخواد بکنه. متوجه. وقتی شما تو فضای امنی که طرف داره توی کالیفرنیا میره، توی اورگان میره، به خصوص اورگان که دامنه رفتارها به رفتار آنارشیستی رسید از یه حدی به بعد. آره اصلا پورتلند شهر کاملا چپ‌گرایی. دقیقاً. این شما اون وقت مثلا شما میرید توی آلاباما، شما میرین از اون طرف که محافظه کاری مخرب آلاباما برای خیلی از جمهوری‌خواها قابل تحمل نیست. شما چند تا میتینگ و چند تا حضور یه جمهوری‌خواه استاندارد درست حسابی شما توی آلاباما سراغ دارید؟ نمیتونم برم. از اون طرف شما توی بعضی از مناطق کالیفرنیا شما چند تا سفر و میتینگ بزرگ دموکرات‌ها توی اورگان سراغ دارید؟ واقعا ندارم. خب شما همونطور که گفتم، شما ترامپ مثلا که خب اصلا خب سیاستمدار به حساب نمیاد، ولی شما مثلا عرضم به حضور شما که جدای از 4 نفر پادکستر، شما چند نفر مثلا هوچی افراطی، شما آدم استاندارد تئوری پرداز محافظه کاری توی آلاباما، تو بعضی از مناطق تنسی اصلا نمیتونن برن. شما اتفاقایی که میفته به اصطلاح این ایالت‌ها این فضا رو ایجاد میکنه، فضای ووکیزم. شما از یه حدی به بعد شما بیایی در مورد سابقه درسته اصلا بحران اجتماعی ناشی از عدم عدالت اجتماعی بحرانه. شما تا چه حد میتونی در موردش حرف بزنی؟ شما تا چه حد میشه همه موضوعات جامعه رو در قالب اون شما بخواید تصویر؟ شما حالا توی برنامه بعدی به صورت گسترده تر در مورد این قطعا صحبت کنید. بله. که شما از یه مرحله به بعد حتی در مرحله اجرا، تو مرحله اجرای این عدالت شما از یه حدی فراتر بحث اجرای عدالت نیست، بحث اعلام سیاسته. چون بحث اجرای عدالت بحثای تئوریک هم داره دیگه. یعنی من و شما میشینیم در مورد تئوری و اجراش 10 ساعت صحبت میکنیم. خب
ولی از یه مرحله به بعد وقتی بخش مهمی از سیاست گذاری با شهروند تعامل میشه، ما داریم اعلام میکنیم میخوایم این کارو بکنیم و این کارو کردیم، شما تا چه حد میتونید این موضوعات رو بیاید در قالب این ارائه بدید؟ خیلی خوب، شما اومدی عدالت اجتماعی ایجاد کردی، خیابون من آسفالت نداره. شما اومدی این کارو کردی، این کارو کردی، این کارو کردی، این اتوبانی که من باید برم سر کار هر روز 3 ساعت طول میکشه تا برسم خونه. اینو بیا درست بکن، اونو دیگه جمعش بکن. بخش مهمی از مسائل تو همین قالب تعیین میشه. بعد شما میتونید، طرف مقابل میاد از این به عنوان اصطلاح استفاده میکنه و جمهوری خواه محافظه‌کارای آمریکایی به خاطر زیاده رویه در 2 تا مسئله، یکی این که عرضم به حضور شما که در اجرا و یکی هم در مورد حرف زدن، خلاصه کردن همه چیز در اون قالب. این زمینه خوبی بود که بیان ازش استفاده بکنن و دموکرات‌ها هیچ پاسخ مناسبی در برابرش نداشت. و آقای یانکین فرماندار ویرجینیا مثلا از کسایی است که روی این بحث خیلی مانور داد و به ویرجینیا مثلا برنده انتخابات شد. از اون فراتر دیگه موضوعی نیستش که باقی مونده باشه برای این انتخابات. بله، به طور کلی این به نظر من ترامپ که یکی از کارهای خوبی که به نظر من کرد، حداقل یک کم در اون دوستی کردن با آدم‌های قبلی، یعنی با اون دشمن‌های داخلی قبلی، خصوصا فرماندار جورجیا و نیکی هیلی و حالا این افرادی که حالا چند نفری که حالا بر ضدش بودن در سال 2020 و خب حتی اومدن رأی به استیضاحش دادن، مثل سناتور لینزی گراهام، سناتوری که همراه تیم اسکات لینزی گراهام به استیضاحش رأی نداد. رأی داد در استیضاح دومش در 2021 رأی داد. لینزی گراهام به استیضاح دومش رأی داد. بله، استیضاح دوم فکر کنم در لینزی گراهام یکی از سناتورهایی بود که به استیضاح دوم ترامپ رأی. 6 سناتور جمهوری خواه بودن که رأی دادن در سال 2021. یکیشون لینزی گراهام بود بینشون. که بعد کانویکشن رأی داد. بله، یعنی اون استیضاحی که بعد چون 60 به 60 نرسید تمام استیضاح نشد، که رفت به سنا دفعه دوم، چون دفعه استیضاح دفعه اول فقط آقای میت رامنی رأی داد به استیضاح ترامپ. بعد در استیضاح دوم لینزی گراهام هم رأی داد به، برای اینکه مطمئن بشم برای اینکه تقریبا مطمئنم که اگر که رأی داده باشه، خیلی جالب میشه اگه یادم نباشه. میت رامنی که بود، اونا دیگه الان هیچ کنون میدونی که شما دیگه الان خواب چه نمیبینن. آقای تومی بود، آقای ساس بود، آقای رامنی بود، نظرا میت رامنی، نظرا لینزی گراهام، نه ریچارد بور بود. ریچارد بور، بله ریچارد بور بود. بیل کسیدی بود. ریچارد بور از کارولینای شمالی بود و اونا نه بله معروف بود اصلا این که لینزی گراهام رای بده که خب دیگه دنیا با آخر میرسه. نه، این موضوعی که حالا باید بعداً در موردش صحبت کنیم. یکی از موضوعات دیگه هم این کاریه که مثلا دموکراتیک از بخشید، حالا این حالا فکر لینزی گراهام بله، ولی حالا یکی از اتفاقاتی که نظر بنده این اتفاق رو بیشتر به سمت جمهوری خواه، یعنی یک حالا پوان مثبت شاید بخوایم به سمت جمهوری خواه بگیم، این تالرنت نبودن دموکرات هاست، این زود از کوره در رفتن دموکرات هاست که باعث شده که حتی آقای جان کری بیاد بگه اصل اول قانون اساسی بیفایده است که بخوایم آزادی بیان داشته باشیم. اصلا آزادی اصلا به کنار، شما آزادی بیان رو برای چی میایین
مخدوش میخواین بکنین. مثلا هم آقای کری گفت، هم آقای تیم والز گفت که آقای جان در مورد آزادی بیان چی گفت ما هیچ گارانتی بر روی میس اینفورمیشن نداریم. آقای والز نه آقای والز دقیقا چی گفت در مورد میس اینفورمیشن؟ دقیقا گفت there is no guarantee on misinformation. اولا که اون چیزی که آقای جان کری دقیقا در مورد چی گفته، عرضم به حضور شما که یه چیزی که خانم کلینتون گفته بود در هفته پیش که کریس کومان خیلی انتقاد کرده بود به نه کسی که خب شما نکتهشو شما متوجه، شما دقیقا اون چیزی که اون گفته رو باید گوش کنید. آقای جان کری گفته که First Amendment نگفته که بده، میگه که مانع در برابر اون ایده های لزوم مهاره. عرضم به حضور شما که میس اینفورمیشن در شبکه‌های اجتماعی و در دنیا خب با تمام اول قانون اساسی باید برای این فکری کرد، باید برای این تطبیق. خب این شما باید دقیقا خود حرف اون چیزی که زده ایشون رو بگید. کسی نگفته که این نه انتقاد نه ناله است نه چیز. این در واقع اینه که شما بخوای در این مسئله از یه حدی فراتر بری، شما باید فکر بکنی برای این که این مخالف اصلا متمم اول قانون اساسی. اتفاقا تالرنس دموکرات ها به شدت بالا بوده که ما الان با این وضعیت مواجهیم و این تالرنسشون به حد سستی و رخوت رسید. ولی اگر بخواین من الان بهتون کلیپ آقای والز رو میتونم نشون بدم بهتون که دقیقا در روز 8 آگوست گفت دقیقا همین حرف رو، دقیقا no guarantee of free speech for misinformation در یکی از گفتگوهاش که دوباره همین دیگه. عرضم به حضور شما که برای اینکه منم دوباره برای اینکه شنیدم این رو، عرضم به حضور شما که اون هم خیلی ساده در کل این روی کرد، یعنی خصوصا اصلا در کانادا این روی کرد بیشتر پیاده شده که اصلا هیت کرایم مثلا به همین گروه های مثلا ووک مثلا خیلی هیت کرایم های زیادی رو اومدن ثبت کردن. اصلا تو همین انگلستان که اصلا تظاهرات، یعنی آمریکایی‌ها همچین تصوری دارن، چه واقعا بخوان همچین کاری رو انجام بدن چه واقعا نخوان مثل انگلیس یا کانادا انجام بدن، بالاخره اون تصوری که مردم از مسدود شدن به اصطلاح اون فری اسپیچ اون آزادی بیان دارن همینه که اصلا مثل انگلیس یک اعتراضا مثلا تو شبکه مجازی مثلا پست بنویسی بیان مثلا بگیرن، مثلا اینکه مثلا گوین نیوز آمد گفت میم های دیپ فیک مثلا در مورد سیاست ممنوع هستش که اصلا با هوش مصنوعی تالرنس نمیشه گفت تالرنس. به هر حال این بحثی که زمانی که چرس کنم تا همین الانش هم جمهوری خواهد هم دو شما اگه پروژه 2025 شما پروژکت 2025 محتواش که خیلی وحشتناک‌تر از این حرف هست که خیلی وحشتناک محتوایی که وحشتناک که خوب هدف ترام از اون حمایت نکرده، این یکی از معنای مثبتش. نه خب این چیزی که شما الان گفتین دقیقاً خودش میسینفورمیشن. خب ترام خودش چندین بار گفتم پروژه 2025 جز برنامه نیست. آخرین بارش هم برنامه لکس فریدمن بود. مقدمش رو جی دی ونس، مقدمه کتاب اون رو جی دی ونس نوشت. افراد ترام خوش گفته برنامه من نیست، یعنی خوش گفته برنامه من نیست. هیئت دولت خودش اینو نوشتن و عرضم به حضور شما که فاصله گرفتنش از اون دیگه خیلی دیره، خیلی متاسفانه خیلی دیره. هرچند که تردیدی در این نیستش که اون چیزایی که ایده‌هایی که تو اون هست به خیال اصلا نه ترامپ سر در میاره از این حرفا و نه براش این چیزا مهمه، ولی مثل اتفاقای دوره ریاستش چیزایی هستش که برابرش بذارن بگن اجرا کن قطعا اجرا. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که
اتفاقا انتقادی که به دموکرات‌ها وجود داره، اگر این انتخابات رو ببازن به خاطر اون خواهند با تالرنسیه که تبدیل شده به رخوت. متوجه شما؟ تبدیل شده به سستی، تبدیل شده به کندی، که حالا انشاءالله اگر فرصت بشه تو قسمت بعدی در مورد اینم مفصل صحبت. بله، قسمت بعدی آقای بازرگان باشن، حالا بسته به زمانش و بله در این مورد حتما صحبت خواهد شد. و اینکه به طور کلی در این خصوصی که حالا مثلا پروژه 2025 رو حالا اون افراد نوشتن، ولی خب مثلا میتونستیم بگیم که اگر ترامپ مثلا یک بار نقض میکرد، مثلا یک بار در یک رالیش در روز اگه اشتباه نکنم 20 جولای بود، یک روز از اینکه بایدن بخواد خداحافظی کنه و خب بخواد از کمپین بره کنار، نقض کرده بود. یه بار دیگه هم که یکم بعدش در اوایل آگوست نقض کرده. یه بار بعدش هم که در پادکست لکس فریدمن که ازش خود لکس ازش پرسید که گفت شما یا پروژه 2023 در برنامه‌تون هست؟ خیلی خب این آدم با اون غروری که معلومه داره، یعنی حتی اینا هم بخوان این پروژه رو به خوردش بدن، این آدم با اون غرور رو، اون حالا به اصطلاح اون بدتر از این حرفا رو اجرا کرده، بدتر از این حرفا رو اجرا کرده و به خصوص در یه سری از زمینه‌ها نه مثلا اطلاعی بحث و یکی از بدترین ابعاد دوره ریاستش هم چیزایی بود که او از سر در نمی آورد و دست دیگران بود عملا اجراش. همین استیون میلر کافیست دیگه. استیون میلر که همراهشه، باهاشه، یه استیون میلر که نمیتونه بگه که من نمیشناسم که. استیون میلر کافیست دیگه برای ترامپ و برای جمهوری. اتفاقا بحث تالرنس، من تعجب میکنم به بحث تالرنس، رخوت و سستی و تالرنس بیش از حد حزب دموکرات نتیجهش اینه و هم بدتر و بدتر میشه. متوجه شما؟ چون اصلا هر چیزی رو نژاد پرستی میدونم من از این جهت نه مثلا خیلی ها مثلا خیلی از همین نمیدونم آیا شما رابین دیانجلو شنیدین؟ خانم رابین دیانجلو. خب مثلا همین آدم حرفایی که در مورد مثلا هر چی نژاد پرستی میزنه، همین چه مثلا شما این نژاد پرستیه، مثلا این آیدی کارت نژاد پرستیه، مثلا اون نژاد پرستیه. بالاتر از همه پروژه 1619 نیو تایمز، خب بله اینا حتی 4 تا نشست درست حسابی به مقامات ارشد مثلا دموکرات و اینا بعد از مدتی نتونستن داشته باشه. یعنی حزب دموکرات نسبت به همین ووکیزم بزرگترین فعالین برابری اجتماعی، نمیدونم همونایی که زیاده روی میکنن و غلو میکنن، بزرگترین کسانی که بهشون انتقاد میکنن، هدف اصلی اونها دموکرات ها هستن. اونا دموکرات ها رو مقصر خیلی از این مشکلات میدونن. اونا رو متهم میکنن به سازش با جمهوری خواه و محافظه کارا. اونا رو متهم میکنن به ساخت و پاخت و همدستی با نیروهای شر به اصطلاح ضد برابری اجتماعی. شما اگه توی ادبیات فعالین اجتماعی افراطی برید، شما توی اورگن، پورتلند، دشمن اصلی آنارشیستای پورتلند اورگن جمهوری خواهان نیستن، دموکرات ها هستن. اونایی که هدف اصلی انتقادات و حملات اینا هستن دموکرات ها هستن. شما توی عرضم به حضور شما که بر رویه‌ای که طیف‌های مختلف به اصطلاح لیبرال های افراطی آمریکایی، پروگرسیو های آمریکایی شما برید، اینا هدف انتقادشون، سیبل انتقادشون مقامات دموکرات منطقه‌ای، حزبی مقامات دموکرات منطقه‌ای، ایالتی و فدراله. دموکرات هدفشون، اونا اصلا موضوع اصلیشون همین. و شاید بعد گفته بشه که تساهل و تسامح و رخوت بیش از حد در برابر جمهوری خواهان و در برابر پروگرسیو ها نکته اصلی و مشکل اصلی حزب دموکرات. حزب دموکرات در واقع قربانی این مسئله شده و
از سال 2018 از ورود افراد شروری مثل ایلهان عمر و کورتز. خیلی بیشتر از اون. خیلی اینا ایلهان خیلی چرای دیگه هستن تو خیلی ایالت‌ها که حالا میگم اگر که بذاریم این رو پایان این بحث برای این جلسه. همین آخرین چیزی که عرض کردم خدمت هستن آدم مثل اورسیو کورتز یا مثلا ایلهان عمر یا مثلا کوری بوش یا مثلا جمال بومن اینها اومدن و خب از بعد 2018 به اصطلاح جالبه. اوکازیو کورتز مثلا یه نمونه جالبه. چرا؟ برای اینکه باید به خاطر همنشینی و فعالیت در کنار یه سری از بزرگان دموکرات رفتار و گفتارش خیلی تعدیل شده نسبت به قبل. این اوکازیو کورتز 4 سال قبل نیست. متوجه شما؟ اصلا نیست. بله اصلا نیست. کاملا رفتارش هم مشهوده. اصلا خیلی فرق کرده. شما چقدر تعدیل شده؟ کمپین‌های 2020 و 2022 اصلا با الان قابل مقایسه نیست. دیدی شما چقدر تغییر کرده؟ بله. و همین رویه رو شما می‌بینید که اون وقت پس حزب دموکرات میتونه. حزب جمهوری‌خواه چیکار میکنه؟ حزب جمهوری‌خواه قربانی ترامپ شده. حزب دموکرات از اون ور دستاوردهای به این بزرگی داشته و هیچ وقت در برابر این اتهام واکیزمی که زمینه و مبنام نداشته نتونسته درست. مشکل از حزب دموکرات عدم تعامل درست، رغبت و سستی. بله. و این هم بود از حالا اگر شما موافقین این رو پایان بحث امروز اعلام کنیم. ممنون. و بله این حالا قسمت در یوتیوب آکادمی قطب‌نما منتشر میشه و در کانال آقای سرفرازی همین قسمت منتشر میشه. لینک کانال آقای سرفرازی هم خب توی یوتیوب هست که در اونجا هم هستش این ویدیوی قسمت اول ویژه برنامه تحلیل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. مرسی که تشریف آوردید. تشکر از همه آقای سرفرازی گرامی و تشکر از همه عزیزانی که دارن این برنامه رو در آینده نگاه میکنن. خیلی ممنون. زنده باشید.